یاران این زمانه مثل گل انارن، از دور جلوه دارن نزدیک بو ندارن. اینا از دور جلوه گری دارن، از دور اشوه گری دارن، از دور انسان رو فریفته میکنن، ولی وقتی نزدیکش برسیم هیچی نداشته. چی بوده؟ من همین بوده که دنبالش بودم، همین بوده که من میخواستمش، به همه جوانی عمرم وقتم همه چیزام فدا این کردم که هیچی نداره. بنابراین مولانا گفت بر امید زنده ای کن اجتهاد. اگر تو این دنیا داری چهار سوای تلاش هم میکنی، تو مسیر به دست آوردن در حقیقت زنده ای بکوش، یعنی ذات حی و قیوم الله، بلکه او خالق حیات برای دیگرانه و دیگران هم اگر حیات و بقایی دارن از او دارن، او رو به دست بیار. ولی هر که دل به هر چه غیر خدا بود داد به یه خواب و